گفتنی هستم که به مردم بدخشان به گپوی هر کس باور نکنید، گپوی هر کس گوش هم نکنید، خصوصا اینایی تشکیلات تروریستی مثل پیمان ملی و حزب نهضت و 24 و غیره، یا برای ما شما یگان خیر نمیخواهند، یا برای ما شما یگان نکم کن نیستند، برای که یا فقط همین یک ممن میکنند که هم جنگ بدازند، نارام کنند. برای گلبدین یک جنایتکاری بود که در کفتکو بود و رفتن به سرش به ضد کارمندان حکومت تیر خالی کرد. این واقعی هسته که او خیلی هم نبود در وزنه دستگیر میشید. برای همین برادرها این خیلی واقعی که در بدخشان شده این به فایده ما و شما نیست. خصوصا به دست میگیرین همه به طرف خانه خود به ایپیچه کاری باری خودشان شوند. اگر ما ایپیچه جنایتکار شیم عاقبت به هر خیلی بلاها گرفتار میشیم و کسایی که میخوان که ما و شما استفاده برن به همین بهانه ها به همین راه ها ما و شما را استفاده میبرن.